سلام بچه‌ها، چطورین؟ امروز اومدیم با یک آموزش خیلی خفن، ولی قبلش حتما ساب کنین، لایک کنین و کامنت بذارین و به هم بگین که اگه آموزشی هستش که من بهتون بدم در مورد GTA سان اندریاس یا هرچی، برام بنویسین زیر این پست. اگه گیمی هست که باید بریم برام بنویسین که میرم. دمتون گم. بریم سراغ ویدیو. خب بچه، شما میریم وارد گوگل میشین برای اینکه تمام مراحلشو باز کنین GTA سان اندریاسو. شما اینجا مینویسین دانلود مود، حالا من اینجا اشتباه نوشتم، دانلود مود سیو GTA سان اندریاس. خب میریم با این سایت پلی مگ. سایت پلی مگ سایت معتبریه. حالا نه بین اینا هم فکر کنم معتبر باشن، ولی بعضی از سایت هستن یا کامل نیستن، خب، یا مثلا ویروس دارم. ولی پلی مگ باز بهتر از همشونه. منم خودم از پلی مگ دانلود کردم. وقتی یه فایل رو دانلود کردن یا به صورت زیپ هستش، اگه زیپ بود که استخراجش کنین، اگه نبود همون فایل کامله که بهتون نشون میدم چه شکلیه. این شکلیه فایلی که دانلود میکنین. اگه زیپ بود استخراج کردین باید این شکلی باشه، اگه زیپ هم نبود که همین شکلی براتون دانلود میشه. حالا شما چیکار میکنین؟ وقتی که دانلود کردین میرین قسمت دانلود، اون فایلتون رو کات یا کپی میکنین. حالا به نظرم کات کنین بهتره. کات میکنین و وارد داکیومنت میشین. GTA سان اندریاس رو پیدا میکنین. این همه مراحل سیو شده شماست، یعنی این پوشهایی که میبینی سیو GTA سان اندریاس شما هستش. اینو اینجا شما مثلا پیست میکنین. وقتی که پیست کردین، بعد این مال من بوده، GTA بعد SA.SET، این بود مال من دقیقا که دانلود کردم. شما اینو همینجا پیست میکنین دیگه، اینجا کاری ندارین، میبندین، وارد GTA سان اندریاستون میشین و اون قسمتی که باید آخرین سیوتون رو انتخاب بکنین، باید این پوشه‌ای که شما پیست کردین رو باید پیدا بکنین. خب آخرین فکر کنم هم نوشته، چون می نویسه مال چه سالیه، آخرین سیوش چه سالی بوده دیگه. مال 2005 اگه اشتباه نکنم 2005 بود که شما کلیک کنین اونو و دیگه لذت ببرین از بازی. میریم داخل بازی و میبینین که تمام مراحل براتون باز شده. ممنون که این ویدیو رو دیدین و سابسکرایب فراموش نشه، لایک کنین و کامنت بذارین. دمتون گرم. خدا نگهدار.